نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین. حاضرین گرامی و بینندگانی که شوق و علاقه دیدن درس های اسلامی ما و دیگه علما را داشتین، امیر به یاد داشته باشین عزیزای گرامی که علما همیشه مهربان هستند، همیشه مانند پدر شفقت بر بالای امت و ملت داره. من خواستم امرشته شفقت و مهربانی من وادار میکنه که شما را در 4 دانه درود مبارک رسول علیه السلام به شما درس داشته باشم که 4 درود مبارک را بخوانین. هر 4ش 4 ویژگی، 4 خصوصیت، 4 نوع ثواب در زندگیتان الله عطا میکنه. 1. این درود را حفظ بکنین و بخوانین. اللهم صل علی محمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء العرش العظیم. اللهم صل علی محمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء العرش العظیم. این درود شریفه بخوانین. اگر کسی این درود را بخواند، سعی کنین پاداشتشه، ثوابشه. هر کس این درود را بخوانه، به اندازه زمین و آسمان و عرش به او ثواب میدهد. عرش خدا چقدر کلان است میدانید؟ اینقدر بزرگ است عرش خداوند متعال، ماننده که یک نخود، یک ارزن یا یک گندم را به دهن شتر بندازی. یک دانه گندم به دهن شترش معلوم نمیکنه. 7 آسمان 7 زمین در پیش عرش خدا اینقدر کوچک است. عرش خدا اینقدر کلان است. اگر اینمی درود شریف بخوانین، 1 دفعه 10 دفعه 100 هیچ مشکل نداره. هر چقدر میتونین به اندازه 7 زمین و آسمان، به اندازه روی زمین و آسمان و به اندازه عرش خدا الله متعال ده توش ثواب میده و به شما ثواب عطا میکنه. 1. 2 درود شریف. هر کسی درود شریف را بخواند، در روز قیامت عمل نامه‌اش از نیکی ها پر میشه. هر کسی درود شریف که به شما اشاره میکنم بخواند، ثواب و پاداشتش باعث سنگینی عمل نامه اش میشود. عمل نامهش طرف ثوابش بسیار سنگین و گرنگ میشه. وقتی که عمل نامه ثوابت گرنگ شد، عمل نامه گناهت پایان میکنه. این درود شریف ای است. اللهم صل علی محمد النبی الامی و ازواجه امهات المؤمنین و ذریته و اهل بیته کما صلیت علی ابراهیم انک حمید مجید. این درود شریف باعث سنگینی و گرانگی اعمال نیکتان میشه. سنن ابی داود صفحه 227 جلد 2 حدیث رقم 982. اللهم صل علی محمد النبی الامی و ازواجه امهات المؤمنین و ذریته و اهل بیته کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید، یا کما صلیت علی ابراهیم انک حمید مجید. این سبب گرانگی اعمال نیکتان میشه. این درود شریف بخوانید. 2. 3 درود شریف. اگر خواستی از سر پل صراط به مانند ماه درخشان تیر شوی، یک پل از در روز آخرت در وسط و بین دوزخ گذاشتگی است برای پل صراط. صراط معنی راه. از اونجا هر کس را الله متعال تیر میکنه، ما و شما هم تیر میکنه. اگر خواست از اون پل باریک مانند برق، مانند مهتاب تیر شوی و در روز آخرت هم چهره و رویتان، وجهتان مانند مهتاب درخشان و سفید شود، این درود شریف را بخوانید. اللهم صل علی محمد حتی لا یبقى من صلاتك شیء و بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتك شیء و سلم علی محمد حتی لا یبقى من سلامك شیء. این درود شریف را بخوانید. از پل صراط مانند مهتاب و برق تیر میشین و در روز آخرت در میدان محشر رویتان مانند ماه 14 می درخشد، سفید میشه، درخشان میشه. 4 درود شریف. اگر 3 مرتبه این درود شریف را بخوانید، 3 مرتبه این درود شریف را بخوانید به اندازه ایزی که شب تا صبح درود خوانده باشید. چرا؟
مطلق درود شریف، هر درودی که میخوانین یک دفعه بخوانین 10 دفعه الله به شما رحمت میده. حتی در یک حدیث یک دفعه بخوانین الله متعال 100 رحمت برتان میده. این درودی که به اندازه 3 دفعه خواندنش به اندازه تمام شب درود خواندن ثواب داشته باشد، این درود شریف است. اللهم صل علی محمد فی الاول کلامنا، اللهم صل علی محمد فی اوسط کلامنا، اللهم صل علی محمد فی آخر کلامنا. آسان کوتاه. اللهم صل علی محمد فی اول کلامنا، اللهم صل علی محمد فی اوسط کلامنا، اللهم صل علی محمد فی آخر کلامنا. این درود شریف را بخوانین به اندازه 3 دفعه خواندنش به اندازه تمام شب درود خواندن الله متعال با شما ثواب پاداش عطا می فرماید. پروردگار ما شما را زبان درود خوان و زبان ذاکر نصیب بگردانه. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین. عزیزان گرامی و کسانی که بیننده درس ها هستین، ان شاء الله درس ها را تعقیب بکنین. زندگی دنیا هر روز پایه و پایان دارد، پایدار همیشه نیست، انسان میمیرد. نشود که در میدان محشر به حضور مخلوق فراوان ما عزت ما آبروی ما بریزه و ما خجالت زده شویم. عنوان درس عذاب تهمت زدن به مسلمان. خداوند کسی که در پشت یک مسلمان به ناحق تهمت میزنه الله عذابشان میده، الله رسوایشان میگرداند. حضرت علی رضی الله عنه میفرماید هر آن شخصی که مرد یا زن مسلمان را، یک شخص یک فرد مرد یا زن مسلمان را بنابر فقیری بودنش، تنگ دست بودنش اگر ذلیل و حقیر بداند، تو فقیر است که توهین میکنه به فقر کسی، با صورت کسی، با تنگ دست بودن کسی، با نادار بودن کسی توهین و تحقیر اگر بکنی، پس تو توهین کننده و تمسخر کننده را خداوند متعال در روز قیامت در جمع همه خلایق ذلیل و رسوا میگرداند. تو در دنیا به پشت کسی حقارت و توهین و ذلیلی را نسبت دادی، خداوند متعال در روز آخرت در پیش روی همه خلایق ذلیل و رسوایت میگرداند. بنان تا میتوانی کسی در دنیا کسی را توهین و تحقیر و تمسخر نکن. یک. دوم، هر شخصی که مرد یا زن مسلمان را مورد تهمت قرار میده، اونجا خود توهین و تمسخر کرد، آل تهمت میکنه، نسبت زنا را به کسی ناحق میکنه، نسبت گناه را به کسی میکنه، نسبت دزدی را به کسی میکنه. اگر کسی در دنیا برادر مسلمان را مورد تهمت و مورد نام بد قرار داد یا عیب را به او نسبت داد، در روز آخرت لیکن همون عیب و همون عمل او انجام نداده، خداوند در روز آخرت در تپه از آتشین، تپه و کوه بلند از آتش ساختگی هست، خداوند متعال تهمت چی را، تهمت کننده را، تمسخر کننده را، در اصطلاح عیب جوینده را بر بالای از تپچه از آتش می استانند و می شینانند و استاد می کند. بالآخرت در همان آتش تپه‌ای ساخته شده الله متعال را می سوزنه. این جزای کسانی که به پشت کسی تهمت میزنه. بناهن عیب جویی و تهمت کردن جزایش پایت منفیش همی است که در آخرت بر بالای تپچه های از آتشین الله متعال را می نشیاند. دوم، اینجا گپ سر آتش آمد. کسانی که بر بالای مقبره های دفن شده اگر بنشیند همین جزا را دارد. کس سر قبرستان میرن در جنازه اشتراک میکنه، بعد از جنازه سر قبرستان اگر میره سر قبری که کسی دفن است سر خاک قبر کسی نشین. اگر شما سر قبر کسی لگدمال کردین و نشستین، این عادت مردم ما دارن، قبرستان میره اونجا چوکی نیست دیگه نیست، سر قبر مرده مردم می نشیند. سر خاک قبر شیشتن به اندازه این جزا دارد که تنبان را کشیده بر بالای آتش و بر بالای علوی سوزان بنشیند. بناهن کسی که سر قبر والا میشه هم در سر آتش می نشیند علاوه آخرت، چون توهین و تحقیر و ذلت یک مرده است که سر قبر شما میبرند. چرا؟ خدا متعال انسان هم زنده شه کرامت داده، هم مرده شه، هم خاکش علاق عزت داده. ولقد کرمنا بنی آدم. بنان هر کس تهمت میزند خدای متعال به آتشین او را سر تپه های آتش می نشیند. هر کسی که سر قبرستان بالا میشه همین جزا را به اونا هم داده میشه.